سلام، صبح زیباتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه و روزای خوب رو پیش رو داشته باشید. ماه آذرمونم تموم شد با این شب یلدایی که قراره با داشته باشیم و دی ماه رسید و کم کم داریم به عید نزدیک میشیم، یعنی تا چشم به هم بزنیم عیدم رسیده. انشالله که روزای خوبی داشته باشیم، تنتون سالم باشه. من یه شب چله براتون یه ولاگ گذاشتم، اون بر خونه مادر شوهرم بود. دیروزم که خونه الهه اینا مهمون بودیم و دیگه از اونجا براتون ولاگ نگرفتم چون اونجا مهمون بودم و امروز رو میریم خونه عمو و شب چله خونه مادرینم امروز خونه عمو برگزار میکنیم. قرار شد که هر کی به سلیقه خودش یه چیزی درست کنه و بیاره که هم صابخونه زیاد براش مشکل پیش نیاد، یعنی زحمت زیاد براش نباشه، همین که همه مشارکت داشته باشن و دیگه یه شب خوب داشته باشیم. نسرین قراره یه سالاد مرغ درست کنه، عطیه قراره یه دسر درست کنه، اصل فکر کنم قرار بود مارشمالو درست کنه، زنمو سوپ رو عهده‌دار شد و من غذای اصلی رو که چیکن بود اونو عهده‌دار شدم و زهرا هم قرار شد نمیدونم باقالی و تخمه و اینجور چیزا رو بخره و چون اون دیگه میره سر کار و دیر میاد اون چیزی نخواست درست کنه. بعد اون دیگه هیچی، اینا رو درست میکنیم میریم. من بر فردا هم مهمون دارم. الان توی خونه همه چی قاطی پاتیه که معلوم نیست. زود با کمک متین و بابک کارامونو انجام بدیم. یه سرم باید بریم به ویلا بزنیم و دیگه فکر کنم تا موقع عصر میشه بریم دیگه خونه عمو. امروز با من باشین، حتما که بهمون خوش میگذره. من دیشب تو فکر این که فردا صبح کارم زیاده و پس فردا مهمون دارم، چون دیگه امشب مثلا بعد از ظهر میریم خونه عمو تا آخر شب نیستیم. فردا صبحم من زود میرم مطب و بیمارستان و تا برگردم دیگه مهمونم قراره بعد از ظهر بیان. حالا بعد نهار، ولی خب دیگه زیاد تایم ندارم که بخوام مثلا خونه رو تمیز کنم یا مثلا غذای درست کنم. خواستم که کارامو انجام بدم. از شب که این فکر رو تو سرم داشتم که چیکار کنم که کارام زود تموم بشه، سر وقت تموم بشه که اذیت هم نشم. صبح ساعت 5:30 دیدم گوشیم زنگ میخوره. خیلی وقت بود که من نصف شب یا صبح زود نرفته بودم بیمارستان، ولی دیدم یه مریضه میگه که من علائم زایمانم شروع شده و میخوام برم بیمارستان. دیگه تا اون خودش رو برسونه بیمارستان من زنگ بزنه یه ساعتی همین وسط تایم بود که من خوابم نبرد. عالم بین خواب و بیداری بودم، هی بیدار می شدم بعد چرت می زدم. ساعت 6:30 اینا بیمارستان تماس گرفت که مریض اومده، زود خودتو برسون که داره زایمان میکنه. بچه سومش بود. دیگه بابک رو بیدار کردم و بدو با هم رفتیم بیمارستان. صبح زود معمولا عجله داشته باشیم، خودم تنها نمیرم چون اصلا چشام باز نمیشد. رفتیم مثلا یه نینه خوشگل به دنیا آمد و اومدیم دوباره یه ذره دراز کشیدیم و امشبمون هم اینجوری. من گفتم بهتون که اگه قرار باشه من یه مهمونی جایی برم حتما باید قبلش فور کار کنم، خستشم بعد برم. اینجوری اصلا قبول نیست و به حساب من نوشته نمیشه. من همیشه باید فور کار کنم. Çocuğu sopejudi. Bak bu bakışına. کشت بله. ببخشید مزاحم خوابتون شدیم. اینم میری کمکی من آقا متین. سلام. قرار قارچ ها رو با رنده اسلایز میکنه. مرغامونم زحمتش رو آقا بابک میکشه. سلام به همگی، احوال شما؟ زحمتش رو بکشن، کمکم کنن چون کار زیاده. قارچهایی رو که آقا متین داره اسلایدش میکنه، من اینجا زود سرخشون کنم. چیکن استراگانوف یه غذای خیلی خوشمزه است، زود آماده میشه، موادشم مختصر و مفیدن و همه پسنده دیگه، هم دوستش دارم معمولا. تاوه بزرگ آوردم، اینم پیازایی که با اون دستگاه خرد کنه معروفم هست، همیشه خردش میکنم، با اون خرد کردم و
یه ذره که پیازا سبک شدن و شفاف مرغاش رو بهش اضافه میکنم. این مرغایی که شسته‌شون یه خورده بهش نمک میزنم، یه خورده فلفل سیاه، بعد درشو میذارم که بیاد دمای خیلی کم کاملا مصفوف بشه. وقتی ترافیک کاری زیاده حتما باید تو خونه همکاری باشه. بابک کل مرغام رو خورد کرد، بعد ظرفایی که خودش کثیف کرده بود رو شست. قبل این هم یه سکانس من کلا ظرف شستم، ظرفایی از دیشب مونده بود. بعد چیکنم تا حدی آماده شد، مرغاش رو ریختم و بریم یه سر به بیرون بزنیم. یکم باید وسیله بگیریم و بیایم که از قرار زود بریم. آقا وقتی هم کل خونه رو تقریبا میشه گفت جمع و جور کرد، وسیله هایی که باید جمع کرد رو جمع کرد. حتما تو خونه باید اینجور وقتها همکاری باشه تا یه نفر خسته نشه و برای یه دوره همه با هم با روحیه خوب آماده بشه. نمیشه یکی بخوابه اون که فقط کار کنه و عصر این مثلا بگو بخنده به این که کار کرده چرا خسته ای. خب معلومه که خسته میشه، ولی تو خونه ما الحمدلله همیشه همکاری هست و با هم کار میکنیم. مرغ‌ها رو تو این حالت تنهاشون میذارم و زیرشو کم میکنم. به مامان میگم بعضی موقع نیم ساعت یه بار یه نگاش بکنه تا کاملا مغز بشه. این فکر کنم 1 ساعتی طول بکشه. آماده شد، قارچشم ریختم توش، همینجوری تو این ظرفه میبرمش تو این تابه، اونجا خاماشو میزنیم و تموم میشه. بدو رفتیم خریدمون رو انجام دادیم و برگشتیم خونه. من یه دوش گرفتم، این موامو اینجوری بستم که حالت بگیره بعد بازشون کنم. دیگه اصلا وقت نکردم برای روی چیکن سیب زمینی سرخ کنم. اگه خودمون سرخ کنیم که عالی میشه. این اونی که سرخ کردم رو این بالا براتون میذارم میبینید. توی بلاگ‌های قبلی خودم سرخ کردم، ولی که امروز اصلا نشد. بزنم هم زنگ زدم گفتم که اگه وقت دارین شما سرخ کنید. اونم گفت نه دیگه اصلا به خدا تو خونه رو باید جابجا کنم، اصلا وقت ندارم. میدونید دیگه همه معمولا توی ترافیکن این روزا. قرار شد که از این چیپسای حاضری خلالی بگیرم و روش بریزم. وقتی کار اورژانسی باشه کار راه اندازی میشه این کارم انجام داد. زود یه نهاری بخوریم و جمع کنیم بریم. نهارمون دیر شد، الان ساعت 4:30. متین 4:30 نهار نخوردیم. نهار نخوردیم. آماده شدیم که بریم خونه عمو جان. باربندی لیمونو ببندیم و بریم. از سر راه گرفتیم. من انگولکش کردم، اینجاش خراب شد. مجبور شدیم با اسمارتیز دوباره تزیینش کنیم. مواظب باش متین. رسیدیم اینم غذاهامون. درم اشتباهی زدیم، الان خوشمون میدم. مزه است، اشتباه بود. تو صبح هستیم. چی داشتی؟ مرام چطوری؟ سلام خوشگله. سلام خوشگله. سلام. سلام. این هم دسر زهراست. چیز کیک. سلام چطوره؟ خوب داره. سلام مولی. من به این دست نمیدم. چطوری؟ مولی نیست، مولیه گولیه. میخواد بره. آها. با سجاد لالا کن. مولی. هولی. روحم ناز میخواد، نازش کن. ببین دستش ناز میخواد، نازش کن قشنگ. نازش کن. چقدر لباسات خوشگله. موهاتو کی درست کرده؟ بابات درست کرده؟ کوتاه کرده؟
برو نازش کن. بگو پیشی. دومش کو؟ نه نکش دومش. اونجوری نه. اونجوری نه. برو نازش کن. جانان و ابهام رقیب جمله میداند خدای غم نخور تا بذار در کنج فقر و خلوت شبهای کار تا بود ذات دعا و درس قرآن غم نخور نصیحتی کنمت بشنو بهانه مگیر هر آنچه ناصح مشفق بگوید بپذیر گلم یلدای 1403 هم با تمام مهمونی هایی که دنبال هم بود بالاخره تموم شد و امیدوارم که حال دلتون همیشه خوب باشه و کنار خانواده‌تون یه گرمه صمیمی داشته باشید. مرسی که توی این ولاگ هم با من بودیم. مرسی که همیشه هستین. امیدوارم شاد و خوش و خرم باشین. فعلا خداحافظ.